از مرکز تعلیمی و نظامی وزارت دفاع افغانستان به شمول نیروهای حفاظت از رجال برجسته 1300 تن فارغ شد. مسئولان این مرکز میگویند که این افراد در مرکز و ولایات توظیف می‌گردند. عبدالحمید حمید رئیس ارکان استردریسیز وزارت دفاع در این مراسم گفت که وضعیت امنیتی افغانستان تحت کنترل نیروهای امنیتی این کشور است. بعضی از مردم خود ما که در دولت کار میکنه آگاهانه یا ناآگاهانه تبلیغ میکنه این دشمن آمد، این پلانی ولسوالی در خطر است، اونجا طالب جرأت پیدا می والله راستی در خطر است. مردم ما مورال ضعیف میشه، به این گپا مورالتان ضعیف نکنین، وطن ما بر جای است. در این حال افراد فارغ شده از این مرکز وعده می‌دهند که در دفاع از کشور از هیچ تلاش دریغ نخواهند ورزید. هر گونه تمرینات انجام دادیم، آماده هستیم در محاربه در هر گونه مشکلاتی بهش حاضر هستیم که در خدمت در وطن خود خدمت کنیم. مونږ یوازینی هدف د افغانستان خدمت دی او دوم دغه زوریدل ملت چې دلته دومره کړېدل د خدمت لپاره راغلي هستیم. این افراد در مرکز تعلیمی وزارت دفاع حدود 2 ماه پیش در بخش‌های مختلف آموزش دیدند که به روز یکشنبه فارغ شدند. در ختم برنامه در کنار مراسم رسم گذشت به تعداد جوانان فارغ شده تقدیرنامه نیز اهدا شد.